صورت تو ژل زدی قرینه هم نشده شبیه همستر شدی. چی تو خودت دیدی که اومدی به من پیشنهاد دادی؟ یا پرستم و خدا رو میشناسم و خدا با من قدم میزنه هر لحظه. خدای منو تو جمع تنها گذاشته تا ذات واقعی شما رو بشه. آخه بابا تو با همه مشکل داری عزیزم. تا ذات واقعی شما رو بشه. شما فکر میکنید من تنهام. شما فکر میکنید من تنهام. خدای من با منه. خدای من در درون منه و با من داره زندگی میکنه. شما فکر کردید من تنهام. شما به من ظلم. میگم نازنی بچته جز بسالی چیزی هستی؟ بچه بودی دست پدر مادرت خوردی زمین؟ آخه نرمال نیست. خودت راجع به همه حرف میزنی. به اون یکی میگی شبیه زاغ میمونی، بوری و چه میدونم دماغت گنده است. به اون یکی میگی شبیه همستر میمونی، رفتی ژل زدی. به اون یکی میگی که فلان فلان شدی. خودت به همه میزنی، خودت با همه کار داری. بعد میگی که مثلا شما همه توانی کردید بریزید سر من. چی میزنی؟ نازنین چی میزنی؟ خیلی سعی کردم باهات همدردی کنم ولی اصلا کسی با تو کاری نداشت. سرجیو کاری با تو نداشت. یهو گرفتی سمتش، تو گفتی مایکل جکسون. تو چرا با هر کی دعوا میکنی پتشو میریزی روی آب؟ آقا یه حرفی به تو زده، رفاقتی اومدن یه حرفایی به تو زدن، همه رو ریختی اون وسط. بچته خودت جمع کن. بعدم آبقوره میگیری که همه با من دشمن، من خدای خودم دارم. یعنی ما خدا نداریم؟ حواسش به ما باش. فقط تو یکی حواسش خدا بهت هست. یلا حواسم بهت هست. وقتی میبینی یه دختر داره دعوا میکنه، گریه میکنه، همه ریختن سرش، تو نمیخواد کاسه داغ‌تر از آش بشی و ریز ریز تو هم بزنی. بشین سر جات، نمیخواد صحبت کنی، نمیخواد بگی یه نفر، دو نفر، 12 نفر باش مشکل دارن یا این جاکش جاوید جاکلیدی 12 نفر باش مشکل. شاید 12 نفر جاکش باشن، از کجا معلوم؟ شما دو تا کاسه داغ‌تر از آش نشین، بیننده خودش نظر میده. جاکش نباشید تا یه نفر داره سمت بد کشیده میشه شما بریزید سرش. یه ذره